الو سلام علیکم. ببخشید منزل آقای ظریف جان؟ آقای زخیم؟ ببخشید مزاحم شدم. عذر میخوام. ببین همشیره، درسته شما آبجی ما هستی، ولی با توجه به فرمایش مقام معظم بحث تفکیک جنسیتی فراموش نشه. هر موقع میخوای بیای تو در میزنی، فهمیدی یا نه؟ اوه I'm very sorry. چی شو؟ انگلیسی هم صحبت میکنی؟ از MI6 یاد گرفتی؟ بعد چی گفتی؟ I'm very sorry. چی هسته؟ بچه بری محله ساری هسته؟ گته بچه؟ بعد چجوری ما برادر خواهریم، تو بچه ساری هستی، من بچه گرگان؟ حالا فرمایش اومدیم منو عذرگیری کنی برای دشمنای نظام؟ میخوام عکسای شلوغی امروز رو بذارم رو نت. 2 ساعته نتونستم از یه عکسم آب کنم. مگه تو اینترنت کوره داره که عکس آب کنن؟ به جای آب بازی بیا یه دون خود برای مقام معظم آب کن. بدبخت آب لمبو شده. چشم آقا بزرگ، مستفیض شدیم از فرمایشتون. ببین فتنه‌گر، کجا داری فرار میکنی؟ ببین اگه میخوای بری تو دامن استکبار آبجی من باشی لط میدم. حالا چه؟ بیا ببین چون ناراحت میشی حالا. سلام و زهر مار. این چرا مقام عظما زنگ زد جوابشو ندادی؟ کار داشتم، متوجه نشدم. چرا دروغ میگی؟ چطور وقتی آقای رفتنجانی زنگ میزنه کار نداری؟ بصیرتت کجا رفته؟ اومدی اینجا بگی من دروغ میگم. اوکی دیگه. فتنه پرور بدبخت. مقام عظمای ولایت برای اینکه به دامان ولایت برگردی برات گل فرستاده. برو پرپرش کن برای جوونایی که دارن پرپر میشن. ماس خورده گل کاکتوس فرستاده، نمیشه پرپرش کرد که. بعدش هم این خود مقام عظماست که داره پرپر میشه، نه جوونا. خب منظورت یه جور بگو منم بفهمم. من یه فتنه‌گر اینقدر نفهم ندیده بودم. منظورم اینه که زهر خورده الانم مثل سگ از فتنه میترسه. چرا فکر میکنید راه شما درسته؟ چون نون توشه دیگه. بعد بقیه تظاهرات نویده شرکت میکنین، 2 تا ساندویچ میزنی با 2 تا کیک بده. حالا شما تو تظاهرات میکنین استکبار و MI6 و همه اینا، یه آدم سواد کنکی براتون میفرستن. چرا فکر میکنین فقط شما این که میفهمین و بقیه هیچ حالیشون نیست؟ چرا فکر میکنین سهم بیشتری تو مملکت دارین؟ ما هم خفه کردیم ما رو، فکر میکنیم والا ما اصلا فکر نمیکنیم، هیچی هم نمیفهمیم. اصلا به همین خاطر بسیجی شدیم. سهم امام هم به همین خاطر بهمون تعلق گرفته. شما هم اگه میخوای مستفیض بشی راهش همینه که فکر نکنی، هیچی هم نفهمی. میخوای بخوا، نمیخوای من رفتم خونه یه آقا مجتبی اینا. خداحافظ. خیلی مصنوعی بود بابا، ضایع کردی بازی ما رو خراب کردی ناکت. آسته میری آسته میای که گربه شاخت نزنه. عجب داستانیه. اون از اون خواهر فتنه پرورمون، این هم از این مادر جاسوس مسلکمون، اون هم از این گربه‌ای که برای مقام عظما شاخ شده. راستی سلام مادر، حالت چطوره؟ علیک سلام. از احوال پرسی شما. بچه‌های قدیم. ایوا صورتت چی شده؟ آخه مامان بسیجیم دیگه. بابا میزنن فک و فوکمون میارن پایین. بابا تو همین تظاهرات اخیر اومدیم دانشجوها رو از ساختمون پرتش کنیم پایین. آقا دورمون کردن گرفتنمون از اون بالا ساختمون پرتمون کردن پایین. حالا برو خدا رو شکر کن من از طبقه اول پرت کردن. فرق هست بین طبقه اول و طبقه دهم. از طبقه دهم پرتت کنن صداش اینجوریه. یا اما اگر طبقه اول بندازنت میشه یا. ناصر جان تو رو به ارواح خاک بابات قسمت میدم، تن منو با این کارات نلرزون. ای مادر جان عظما داره تو این شرایط بندری میزنه. بابا هممون رو ویبریم، بعد تو من میگه نلرزون. حالا بیا بلرزون. به قول قدیمی ها من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. پسر گلم به خیالت نمیفهمم چند وقت تو حال خودت نیستی؟ شب و روزت عوض شده، اینها مرغ سرکنده شدی. ای مادر جان درسته ما یه بسیجی تو سری خور هستیم، ولی خب لااقل به جای مرغ سرکنده بگو خروس سرکنده، بعدش هم خروس پرکنده نه سرکنده. به مادر نصب کردم اگه عظما از این داستان زهرخوری سالم بیاد بیرون، پای برهنه بدون کفش تنهایی
بفرستمت کربلا.